مسئله قرض کردنه. قرض یا وامی که انسان از کسی دیگر میکنه بنابر ضرورت، بنابر نیاز، به هر حال بر خاطر اینکه نیازش رو رفع بکنه میره پیش برادر مسلمانش، فلانی که خدا به تو دارایی ثروتی داده، اگر فلان مقدار داری به من بده که من یه مشکلی دارم، اما بعد از فلان مدت این وام خودم را به تو برمیگردانم. اینو میفرماد آن حضرت صلی الله علیه و سلم. شما در رابطه با نزد آن حضرت صلی الله علیه و سلم این مسئله وام بسیار مهم بود و همه شما شنیدید پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با نماز جنازه کسی که بدهکار باشه آن حضرت صلی الله علیه و سلم نماز جنازهش را نمیخواند. میگفت این شخص بدهکاره و وام و قرض حق الناس. الله عزوجل حق الناس را به سادگی نمیبخشه مگر بره رضایت به تعبیر شاکی را به دست بیاره سر پروندهش بزنه مثل چیزهای در دنیا. نمیگن آقا شما از نظر دولت بخشیده شدی ولی شما شاکی خصوصی داری، برو رضایت شاکی خصوصی تو رو جلب کن. اینم حق الناسه. بیبی عایشه میفرماید رضی الله تعالی عنها، مادر من شما ام المؤمنین، میگه هر زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم نماز میخواند و بعد از نماز دست دعا را بلند میکرد، من یک دعا را همیشه میشنیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود خدایا من رو از وام و دین و قرضدار شدن ای الله تو مرا نجات بده. سبحان الله. بیبی میفرماید من گفتم یا رسول خدا مگر این وام و قرض کردن اینقدر مهمه؟ شما هر نمازی که میخوانید و من گوش وای میستم شما دعا میخوانید، شما یکی از دعاهاتون همینه، آیا این مسئله اینقدر مهمه؟ میفرماید آن حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب گفت یا عایشه تو نمیدانی این وام و دین و قرض آبروی انسان را میبره. انسان که بدهکار بشه و عهدی که بسته پایبند به عهدش نباشه آبروش در جامعه میره. همه مردم میدانن، میگن فلانی چقدر بالاخره قرض میکنه قرض را ادا نمیکنه. اینه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار به این مسئله تاکید داشتن که شما از وام حتی الامکان بپرهیزید. اگر ناگزیرید بر وام و قرض گرفتن به اون عهدی که میبندید پایبند باشید. حالا فرقی نمیکنه شخصی باشه متمول باشه، بعضی وقتا هستن کسانی میرن از یک کسی وام میکنن قرض میگیره، بعدم میگه آقا چرا وامتون؟ میگه بابا فلانی چه به کجاش برمیخوره، خدا اینقدر میلیاردها میلیارد بهش داده، حالا این 10-5 تومانی که من از او قرض گرفتم بالاخره هیچ آسیبی به او نمیرسه. نه خیر، این غلطه، این اشتباهه، یه باور نادرستیه. چه بسا نفس و ابلیس منو تو رو وادار میکنه. وامه، حالا طرف داره یا نداره. شما موظفی اگر معاهده کردی در فلان تاریخ پس از فلان مثلا زمان من این قرض رو برمیگردانم، موظفی. بله اگر نمیتوانی برو پیشش عذرخواهی بکن، شرایطم مثلا ایجاب نمیکنه یه فرصت دیگه به من بده. ولی این شکلی که کاملا بی تفاوت باشی این اشتباه محضه. و پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید یغفر لشهید کل ذنب الا الدین، رواه مسلم. گوش بده، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید هر گناه شهید رو الله میبخشه. هر گناهی که شهید انجام داده در رابطه با حقوق الله، حقوق العباد نه، حق الناس نه، نمازی نخوانده، روزه‌ای نگرفته، حج بر او فرض شده نرفته، اینا حقوق الله هن. انجام نداده، بالاخره الله عزوجل به برکت همون شهادتی که نصیبش کرده گناهش را میبخشه. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماد الا الدین، مگر قرض را. الله اگر شهیدی مقروض باشه همون شهید را هم نمیبخشه. میگه برو رضایت شاکی را جلب کن. رضایت فردی که از او دین و وام بر عهده تو هست بایستی بری جلب کنی وارد جنت بشی، در غیر این صورت جای تو در جنت نیست. سبحان الله. شهید رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جای دیگه میفرماد ایما رجل استدان دینا لا يريد ان يؤدي الى صاحبه حقه خدعه حتى اخذ ماله فمات ولم يؤديه لقي الله وهو سارق. سبحان الله. میگه هر زمان کسی بره از یک فردی یا یک جایی قرضی بگیره، وامی بگیره، در دلش هم این باشه که من هرگز این وام رو دیگه بر نمیگردانم. حالا کاری نداریم بانک ها وام هاشون چجوریه، اونها بدانند و خدایشان،
ولی بعضی از عزیزان میرن از این بانک ها وام میگیرن، وام ها خیلی بالا. وقتی بهشون میگی فلانی این همه تو وام گرفتی، بالاخره دولت و این بانک تازه همون مقدار رو از تو نمیگیره، چند برابر دیگه از تو مطالبه داره. باور کن یه بار یک کسی رو همچین صحبتی کردیم و گفت بابا این بانکیه، بعد بالاخره اتفاقاتی در آینده میفته و ما از این پول رو نمیدیم. سبحان الله، نیتش از اول همینه. این حدیث هم همینه. پیامبر اکرم فرمود هر کسی از یک کسی دیگر وام گرفت، در قلبش این بود که من این وام رو ندم، اگر این شخص بمیره روز قیامت در حالی نزد الله عزوجل ملائکه او را میارن که اتهام سارق و دزد رو برای انسان مصادره میکنن. که این مثل یک انسان دزدی اتهام دزدی داشته باشه، به بارگاه قاضی القضات الله عزوجل این انسان وامدار رو الله اونجا حاضر میکنه. چه تهدید خطرناکی. خیلی از عزیزان میان اینجا میگه فلان کس که میاد مسجد در صف اول هم نماز میخوانه الان چند ساله به ما بدهکاره، هر وقت هم بهش مراجعه میکنی جواب درست حسابی به ما نمیده، کاخ و ساختمان و قصر درست کرده، وقتی میریم پیشش میگه برو بابا تو افغانی هستی، تو اگه زیاد اصرار بکنی الان زنگ میزنم 110 میان تو رو بگیرن رد مرزت کنن. خب هر چی که باشه ولی تو بدهکار این شخص هستی. یک روزی تو رو با الله عزوجل ملاقات کردنیه. آیا فکر اون روزو کردی؟ خدا اونجا سوال میکنه تو به افغانی بدهکار بودی یا به غیر افغانی؟ سبحان الله، این مسلمانیه امروز ما هست. الله نجات بده. هست همینطور یا نه؟ جواب نمیدید ولی همینطوریه، چه جواب بدید چه ندید. او بالایی که همه چیز رو خبر داره و بعضی چیزها رو که ما خبر داریم به ما منتقل میکنن. سبحان الله. آقا حج هم رفته، آقا نمیدونم فلان کارهای عجیب هم میکنه. متاسفانه عبادتهای ما بعضی ها البته شدن به عنوان ریا، تظاهر، که بگن فلانی فلان کار رو کرد. بابا تو این کارها رو انجام نده، برو بدهیت رو بده، برو قرضت رو بده. خب اون طرف بنده خدا هم به مشکل خورده، گرفتار اون هم. ولی متاسفانه این نیست. پیامبر اکرم فرماد کسی وامی رو بگیره نیتش این باشه من نمیدم، روز قیامت به عنوان سارق به بارگاه خدا حاضر کرده خواهد شد.